جزیره‌ای در جنوب ایران، مردمان و منبع درآمد آنان، در گذشته‌ای نه چندان دور. و جزیره پیش از نفت چنین سکنه‌ای نداشت. نفت صنعت را آورد و صنعت مردم را و شهر وسعت گرفت. در واقع بخش غیر نفتی شهر آبادان و سکنه آن از راه مهاجرت ساکنان نقاط مختلف کشور به این جزیره و به برکت صنعت نفت به وجود آمد. چهره‌ای خرم در زیر چهره سوزان آفتاب، زیرا مدیران امروز آسایش کوشندگان و مجریان را از نظر دور نمی‌دارند. بخش صنعتی آبادان شهری سازمان یافته با 16,000 واحد مسکونی و باشگاه‌ها و سینماها و استخرهای شنا و واحدهای بهداشتی مجهز و کتابخانه‌ها، تا مردان نفت بیاسایند و نیروی بهره‌وری انسان بر دوام بماند و افزون گردد.